من ایران را دوست دارم، چون شعر دارد، هنر دارد، تاریخ دارد، وسوسه ماندن دارد. وطن در دل آدمی باید باشد. سلام، به H2O خوش اومدید. خب هدف ما از ساخت این برنامه چی بود؟ یعنی چی شد که ما اصلا تصمیم گرفتیم همچین برنامه‌ای رو داشته باشیم؟ اگر خیلی خلاصه بخوام خدمتتون عرض کنم، انجام وظیفه. ببینید همه ما فارغ از این که حالا مسئولان مرتبط با این رشته چه کارهایی دارن انجام میدن، خوبه، بده، نقد میکنیم، پیشنهاد میدیم، خیلی از جاها ناراحتیم از رفتاراشون، خیلی جاها تشویق میکنیم و خوشحالیم از اقداماتی که انجام میدن. فارغ از همه اینها تک به تک ما یک وظیفه‌ای داریم که باید در خصوص این رشته، در خصوص کشورمون و از همه مهمتر در خصوص بیمار به این وظیفه عمل کنیم. به خاطر همین عمل به این وظیفه ما تصمیم گرفتیم که این سری از برنامه‌ها رو تقدیمتون کنیم با عنوان H2O. حالا توی H2O ما قصد داریم چه کارهایی انجام بدیم، در چه حوزه‌هایی صحبت کنیم، در تمام حوزه‌هایی که مربوط به این شغل میشه، اما از موضوعات علمی، موضوعات صنفی، موضوعات حقوقی که حالا شاید خیلی از همکارا درگیرش باشن، موضوعات مختلف، از همه چی میخوایم اینجا صحبت کنیم، درباره همه چی اینجا میخوایم صحبت کنیم و در این خصوص هم یه چارت مشخصی داریم. از میهمانان عزیزمون دعوت میکنیم، اساتید مختلف، افراد مختلف و حتی از دانشجویان بیان راجع به موضوعات صحبت کنیم، راجع به چالش ها و موارد مختلف. انتهای کار قرعه کشی داریم، حتما با ما همراه باشید و سعیمون بر اینه که همیشه توی برنامه هامون هوای دانشجوهای عزیز رو داشته باشیم. من سید علیرضا میر محمد حسینی هستم، فارغ التحصیل سال 99 از دانشگاه خرم‌آباد. در خدمتتون هستم. توی این قسمت در خدمت دوست عزیزم استاد گرامی جناب آقای سید مهدی محمدی هستیم. سلام، خیلی خوش اومدید. عرض سلام، امیدوارم که دوستان عزیز از این جلسه‌ای که اینجا برگزار میشه استفاده رو ببرن، البته اگر چیزی قابل عرضه داشته باشیم براش. خواهش میکنم، انشالله که حتما همینطور باشه. خب بدون فوت وقت میریم سراغ شروع برنامه. آقا چی شد که شما وارد این رشته شدین؟ دیگه یه کنکوری دادیم کنکور یه سری تستایی زدیم و وارد حوزه پروتزهای دندانی شدیم. البته خب ماجرا زیاده ولی فکر نمی‌کنم سودی به حال دوستان دیگه داشته باشه که حالا چی شد. معمولا اینجوریه که خب همه دوستان فارغ التحصیل در کنکور شرکت میکنن، یه سری درصدا رو میزنن و وارد رشته پروتزهای دندانی میشن. ما هم همین روال بوده. من چیزی که برای خودم خیلی حائز اهمیته اینه که میخوام ببینم از اول علاقه بوده یا نه بعد از اینکه وارد شدین این علاقه ایجاد شده. اصلا کلا من رشته رو کاملا میشناختم و بعد انتخاب در واقع رشته انجام دادم. آها، اینشه که برای من خیلی مهمه، چون یه سری از دوستان هستن که ممکنه این رشته رو کم و بیش بشناسن و مردد باشن برای انتخابش، که حالا در ادامه هم راجع به اون افرادم صحبت میکنیم، راهنماییشون میکنیم انشالله. و خب دوران دانشجویی چطور بود؟ دوران دانشجویی در دانشگاه تهران با اساتیدی که حالا داشتیم و مربیانی که داشتیم بیشتر فضای غیر آموزشی بود برای من. یعنی اینکه توقع من و میزان برداشتی که باید یک انسان از تو دانشگاه داشته باشه
همیشه دغدغه من بود که چرا ما توی دانشگاهی که مثلا اسمش دانشگاه تهرانه و جزو برترین در واقع دانشگاه‌های این کشور حساب میشه، چرا انقدر برداشت ما از به لحاظ عملی کاری و علمی کمه. البته این به این معنا نیست که صفر باشه ها، ولی به این معنا بود که اون سطح توقع شخص خود من رو هیچ وقت مجاب نمی کرد، هیچ وقت اقناع کننده برای من نبود در ایام دانشگاه، چه در قسمت کاردانیش چه در قسمت کاردانی به کارشناسیش که به نظرم یه مقدار وضعیت بدتر بود. حالا یه سری اساتید عوض شده بودن و یه سری مسئولین بخش عوض شده بودن. کلا رضایت مثلا بخوام بگم زیر 50% بود، مثلا 40% رضایت بود از نحوه آموزش و حالا کلاسایی که برگزار میشد، که البته خب من همونجا هم خیلی نقدها کردم، ولی خب دانشجو خیلی جدی نمیگیرن، در صورتی که نقطه قوت این رشته همون دانشجویان هستن که بعداً تبدیل به اساتید بزرگ میشه. حالا چیزی که وجود داره اینه که من خودم زمان دانشجویی به شبیه این تجربه رو داشتم، اما چطور به این نتیجه رسیدم؟ مثلا با فضای یوتیوب تونستم با مقایسه به این نتیجه برسم که دانشگاه کامل کننده نیست و خیلی از معیارهایی که تو ذهنم عقبه. حالا زمان شما به چجوری به این نتیجه رسیدین؟ ببینید، وقتی ما داریم در رابطه با فضای آکادمیک دانشگاه صحبت میکنیم، من دانشجو نباید بیام مثلا از یه سطحی مقایسه بکنم، یعنی اون استاد انقدر باید حرفه‌ای باشه، انقدر باید به قول معروف در راستای کارش تجربه داشته باشه و انقدر درجه 1 باشه که من حتی نتونم یه نقد کوچیک ازش بکنم. من عقیدم اینه. و حالا اینکه فضاهای مثلا شما میگیم بحث یوتیوب، خب زمان ما هم یوتیوب بود، ولی به این گستردگی که الان هست و به این فراوانی که الان هست مسلما نیست، یعنی نبود در گذشته. ما هم از این در واقع سایت ها و سوشیال میدیا های موجود در اون زمان خودمون استفاده میکردیم قطعا. یعنی از اون بین متوجه تفاوت ها شدیم. ببین، من نمیخوام ارتباطش بدم مستقیم به یوتیوب یا یه سایت مخصوصی یا یه سایت خاصی، ولی بحثم اینه که خب زمانی که خب من میشستم مقاله میخوندم، بعد یه سری چیزای جدید میخوندم، میدم حتی کمترین آگاهی بعضی از اساتیدی که خیلی حالا معروف هستن، خیلی بزرگ هستن، اسم در کردن، اطلاعات خاصی هم مثلا در رابطه باشون نداشتن، یه مقداری مثلا من چی میگن افسرده میشدم که چرا یه استادی در این سطح نباید فلان موضوع رو اصلا بدونه، یا وقتی که در رابطه با یک موضوعی صحبت میکنی اون مثلا موضع‌گیری بکنه. یه مثال کوچیک بخوام خدمتون بگم، در اون زمانها الان یه واژه‌ای هست به اسم مینی اسکرو که توی ارتودنسی استفاده میشه و تو بحث جراحی. در اوایل کار که این سیستم و این مکانیسم اومده بود بهش میگفتن در واقع میکرو ایمپلنت، یعنی از این واژه استفاده میشد که مثلا تو دانشگاه مطرحش کردم با یکی از اساتید و بعد خیلی موضع بدی گرفتم، میکرو یعنی 10⁻⁻6 و اصلا این چیزی که تو داری میگی غلطه و از این داستانا. 2 روز بعدش اومد عذرخواهی کرد، گفتش که خب این موضوع رو مثلا یه هفته پیش توی کنگره ارتودنتیستا مطرح شده و من نمیدونستم و حق با شما بود. در حالی که خب من کتابی که ترجمه شده این در واقع مبحث بود و 1 سال قبل از شایان نمودار ترجمه شدهشو خونده بودم. یعنی شما فرض کنین حداقل 15 سال اینا انیمال استادی داره، بحث هیومن استادی داره و بعد میاد وارد فاز تحقیقاتی و ارائه به بازار میشه. یعنی چی؟ این یعنی معناست که مثلا استاد 20 سال 15 سال عقب بود و اون استاد الان تو ایران نیست، اصلا اینقدر معروفه و اینقدر به قول معروف کار درسته که تو خارج از ایرانه و به عنوان یکی از کسایی هستش که خب اندیشه های نوعی داره و دارن ازش استفاده میکنن. میخوام بگم فضای آکادمیک کشور انقدر باید جذاب باشه، انقدر باید پرمحتوا باشه که
من اگه بخوام بگم یه روزی آرزوی علمیم چیه، اینه که بگم مجددا دوباره برگردم دانشگاه، بشینم پای درس فلان استاد و اون مجددا به من یه سری آموزش ها بده یا یه حالت تکمیلی تر بده. لذا فرقی بین کاردانی و کارشناسی پروتزهای دندانی نیست، ندیدیم. قطعا اگه کارشناسی ارشد هم بذارن همون اساتید و همون وضعیت و همون داستان هست، اگه دکتراش هم بذارن همین ماجرا تکرار میشه. بنابراین تفکر شخص خود من مثلا یا راهبرد شخص خود من اگر یه جایی یه زمانی مثلا کاری بشم اینه که خب این روند رو درست بکنم. یعنی من عقیده دارم که اگه میخوایم در واقع یک حرفه‌ای بحث‌های تخصصیش درست بشه، مجبوریم آموزش‌های آکادمیک ارزشمندتری داشته باشیم. حقیقتا من خودم خیلی در دانشگاه تهران تلاش کردم که این اتفاق بیفته، نتیجه عکسی داشت، نتیجه سوگیری‌های منفی بود، نتیجه گروه بندی و نمیدونم همین فضاهای مخدوشی که گاهی وقتا تو دانشگاه ایجاد میشه از این فضاها. کلامتون این چیزی که الان تعریف کردین سوگیری‌ها و اینا برای زمان دانشجویی یا نه بعدن که خودتون به عنوان مدرس در واقع اونجا در رفت آمد بودم بیشتر این فضا رو میدیدم. و البته این به این معنا نیستش که فقط صرفاً پروتزهای دندانی این شکله و این حالتها، بقیه حرفه و حتی حرفه دندان پزشکی هم که شما مثلا نگاه میکنین یک همچین سوگیری هایی بعضا شاید باشه و این سوگیری های به قول معروف غیر منطقی باعث میشه که یه مقدار شما از اون فضا آکادمیک دور بشید. تا زمانی که ما یک سری ارزش های خاصی، یک سری بلیت های خاصی، یک سری کوپن های خاصی و صرف یه بخشی از فضای علمی بکنیم که مرتبط به مباحث مثلا فرض کنین مالی و اقتصادی و یا حتی رانت های قدرتی میتونه باشه، یه مقدار فضای آکادمیک رو به هم میزنه. یعنی باید سیاست های کلی کشور و سیاست های کلی مثلا سیستم نظام آموزش پزشکی و نظام مثلا دندان پزشکی و دندونسازی بره به سمتی که این فضا رو تفکیک شده تر بتونه کار بکنه. در این خصوص من خودم چیزی که حالا نه فقط همین حوزه، تمام موارد مختلف بهش فکر میکنم، میبینم چیزی که کمتر بهش توجه شده بحث روانشناسیه. یعنی همین قضیه‌ای که شما میفرمایین که سوگیری میشد، نظرات مختلف بود، صف‌بندی های متفاوت، این برمیگرده به خود انسان. یعنی چی؟ یعنی یک انسان با یک تفکر باعث اون عمل میشه. اون انسان اول ما باید اینو درک کنیم که او قبل از اینکه هر چیزی باشه، قبل از اینکه دندان پزشک باشه، دندان ساز باشه، او یک انسانه و چه جهتگیری‌هایی میتونه داشته باشه. مسلماً از کسی که نقد بشه ممکنه یکم خوشش نیاد. تمام این چیزا باید در نظر گرفته بشه و در مسیر پیشرفت قدم برداریم. منتها چیزی که در نظر گرفته نمیشه همین بحث روانشناسی قضیه است. یه موضوعی هست، ما روانشناسی های مختلفی داریم، روانشناسی فردی داریم، روانشناسی اجتماعی داریم، روانشناسی، منظورم اینه که لایه بندی و سطح بندی داره. وقتی من در مقام یک مسئول توی جایگاهی قرار میگیرم، مثلا مسئول لابراتوار خودم میشم، خب وقتی یه پزشکی به من زنگ میزنه میگه که آقا شما فلان خطا رو داشتین، من نمیتونم بگم که آقای ایکس یا خانم ایگرگی که توی لابراتوار من داره کار میکنه اون این خطا رو انجام داده، پس مسئولیت من چی میشه؟ میدونی؟ بله یه وقتا هستش که دایره قدرت بزرگتر میشه، دایره نظام بندی ها وسیع‌تر میشه، سیاست ها کلانتر میشه، اونجا خب قضیهش فرق میکنه. ولی وقتی ما درگیر یک دانشگاه هستیم و یه مبحثی به ما سپرده میشه، مثلا یه مبحثی ایکس به ما سپرده میشه، ببینید الان واقعا چرا توی فضای دانشگاهی ما چیزی به عنوان ایمپلنت به دانشجو آموزش داده نمیشه؟ خیلی هم ربطی به دانشکده ایکس و ایگرگ و دانشگاه فلان و بیسار نداره. میدونین متوجه منظورم هستین چی؟ بله. آیا این سیاست بندیه، این که قرار باشه که ما فضای آموزش های خارج از دانشگاه رو در واقع ترغیب بکنیم؟ خب اگه قرار این کار رو بکنیم اوکی، من حتی نمیگم این بده، اینم یک مدل هستش، ولی این مدل باید بیاد تأمین نیاز بشه. یعنی چی تأمین نیاز بشه؟
یعنی اینکه وقتی که قراره شما یه مبحثی مثل ایمپلنت رو خوب آموزش ندی یا تکمیل آموزش ندی در دانشگاه، باید بتونی یک سیاست‌هایی بچینی در خارج از دانشگاه که بتونی این سرویس علمی رو بده که اون فرد فارغ التحصیل حتی اگه توی دانشگاه هم آموزش ندید، بتونی توی آموزشگاه خارج از دانشگاه سطح خودش رو ببره بالا. ولی ما اگه قرار باشه که همه این لاین ها رو ببندیم، دانشگاه رو ببندیم، بیرون دانشگاه هم ببندیم، پس کی قراره ارتقای علمی یک کشور اتفاق بیفته؟ ببینید ما داریم در رابطه با 80 میلیون به بالا ایرانی صحبت میکنیم، داریم در رابطه با واحدهای درمانی ایمپلنت که خیلی حساس هستن صحبت میکنیم. من روزی نیست وقتی با برخی از پزشکام صحبت میکنم، خب اینا بعضا به خاطر اینکه حالا ما یه شرکتی هم داریم با همون کم و بیش در ارتباطن، بعد نگاه میکنیم به کارهایی که مثلا برخی از لابراتوارها ساختن فارغ التحصیل بودن یا غیر فارغ التحصیل بودنشون، میبینید کیفیت این اصلا کیفیت این نیستش که شما حتی بهش بگی قابل قبول، نه، کیفیت در سطحیه که آسیب رسان هست. الان میشه گفت یه چیزی، این عدد ذهنی منه، یعنی مقاله یا پشتوانه علمی نداره، یه چیزی دریافتی خود من از فضایی که کار کردم و در ارتباط بودم، یه چیزی بالای 50% مشکل داریم. این مشکلات توی ایمپلنت ها هست. خب کی قراره اینا درست بشه؟ کی قراره اینا در واقع بهبود پیدا بکنه؟ میگم فارغ از این که فارغ التحصیل یا غیر فارغ التحصیل هستش، بحث علمی داریم مطرح میکنیم. این بحث علمی کجا قراره تأمین نیاز بشه؟ اینو باید ما بهش فکر بکنیم. حالا ممکنه من محمدی بیام بگم که آقا به نظر من باید اینجوری باشه، خب یکی دیگه ممکنه مدل بهتری از من ارائه بده و این چیزی نیستش که من فردی بخوام تصمیم بگیرم یا مثلا گروه من مثلا میگه این کار رو انجام میشه. نه، گروهی نیست، این یه چیزیه که خب ما باید بشینیم واقعا هم در درجه اول کارشناسی بشه، در درجه بعدی بیاد به رأی و شورا و به قول معروف مشورت برسه و بعد یه نتیجه گیری خوب بکنن که به درد 80 میلیون ایرانی بخوره. خب تو همین راستا قضیه پروانه علمی جامعه دندانسازی پارسال خب الحمدلله به نتیجه رسید. شما این قضیه رو چطور میبینید؟ قدم مثبتیه؟ اگر بوده تا الان بازخوردش چی بوده؟ تغییر شما حس کردید به عنوان یک لابراتواریست و یک مدرس به صورت جداگانه؟ ببینین خب بحث اینه که خب آیا شما به عنوان یه فارغ التحصیل پروتزهای دندانی از پارسال که این اتفاق افتاد تا الان اتفاق خاصی دیدین؟ من این که بخوام بیام بگم اتفاق 100% یعنی اتفاق تغییر دهنده، چیزی که باعث تغییر شده باشه هنوز نه، ولی این به وجود اومدن همچین چیزی و این رو کاملا نشونه مثبتی میدونن. خب آخه کسی به وجود اومدن یک انجمن علمی رو نفی نمیکنه و اصلا به نظر من دیوانه باید باشه که بگه این بده. مسلمه این خیلی ارزشمنده، خیلی ما قدردان کسایی هستیم، همه کسایی که زحمت کشیدن و این روند رو اجرا کردن هستیم. ولی بحث اینه که خب مثلا میگم شما فرض بفرمایید که من فردا یه ماشین برای شما میخرم، میگم که آقا این ماشین مال شماست ولی کلیدش دست شما نمیدم. آیا شما بهره میبرین از این ماشین؟ خب بله، خیلی ارزشمنده، شما یه ماشین به نامتونه. خب ارزش بهره برداریش چیه؟ خب ممکنه هم هست که من محمدی مثلا یه مقداری به دلیل حالا اون اخلاق پرفکشنیستی که دارم مثلا بگم آقا نه، مثلا من یه ایدئال هایی تو ذهنمه که اون اجرا نشده. مثلا بحث ایدئال ها رو نمیخوام مطرح بکنم. بحثم اینه که خب من حرکتی ندیدم، من محمدی در یک گوشه از این بازار خیلی کوچیک، من مثلا یک نفره در نظر بگیریم، من ندیدم. حالا ممکنم هست که تو محمدی ندیده باشی، یعنی اینو باید کارشناسی بشه که آیا واقعا کاری اتفاق افتاده که محمدی ببینه، یعنی که نه مثلا محمدی کور بود ندیده، یا وقتی چالش از این بره من ندیدم. ولی داستان اینه که هیچ کسی نمیتونه نافی انجمن علمی باشه. مثلا یه احمق اگه کسی بگه آقا انجمن علمی چیز بدیه، نه، کاملا من اوکی هستم. بحث اینه که خب آیا قراره چه اتفاقی بیفته؟ این خیلی مهمه. آیا قراره اونجا هم بحثای
که تو دانشگاه ها ما داشتیم رو پیش ببریم، یعنی همون مدرسای دانشگاه با همون وضعیت آموزشی رو برداریم بیاریم یه سری آموزش‌هایی رو بدن. خب حالا اگه این انجمن علمیه نباشه، آیا ما مثلا رشته‌هایی مثل رشته دندان پزشکی، مرکزهای آموزشی که وجود دارن یا مثلا چیزهای مختلفی که هست، آیا اونا در راستای بهبود سطح کیفی دندان پزشکی فعالیتی نداشتن؟ خب آیا بهتر نیست که ما الگو برداری بکنیم؟ حالا من نمیگم همه الگوها 100% اوکی انا، بالاخره 10%ش که میتونیم الگو برداری کنیم. الگو برداری های اینجوری شاید خیلی خوب باشه، شاید هم یه فضایی بشه. اینایی که دارم میگم همش دارم میگم شاید که امیدوارم بعداً تختی نشه که بگن فلانی اینجوری گفت. نه، آیا قراره که این سواله بر من، آیا قراره که مثلا انجمن علمی هم شکل گرفت، یه سری افراد بیان از رانت‌های استفاده بکنن، یه سری مراکز آموزشی بزنن، بعد دوباره همون شیوه و روالی که توی دانشگاه داشتیم ما ارائه بدن؟ و بعد باگ بزرگی که من به کل جامعه دندونسازی دارم اینه که خب ما تو دانشگاه تهران یک فردی رو یک مدیر ضعیفی میدونیم، برای من خودم به شخصه فرد ضعیفی میدونم برای بحث‌های علمی آموزشی یک دانشگاه، بعد همونم میارم میکنمش رئیس انجمن علمی. خب اینا به نظر من یعنی تکرار همون خطاهایی که ما تو دانشگاه داشتیم. بهتره که یه نوع دیگه بهش فکر بکنیم. البته میگم من اون فردی که دارم میگم و اسمشو نیاوردم بخاطر اینکه حالا شاید خب خیلی‌ها نشناسن، چیز نشه، کدورتی ایجاد نشه، من این فردو آدم بسیار سالمی میدونم و بسیار آدم معتبر و دوست داشتنی هستن، ولی یه وقته هستش که من محمدی مثلا شاید توان سرامیست بودن رو نداشته باشم. خب اصراری نیست من سرامیست باشم، باید ببینید ظرفیت کاری من چیه، برم همون کار رو انجام بدم. خب اگه من دیجیتالم خوبه حتما نباید دست و پا بزنم بگم آقا نه من سرامیست خوبی هم هستم. نه، خب حالا دیجیتالم خوب کار میکنم. بحث اینه که بهتر بود که بچه‌های صنف خود ما یه مقدار تغییر روند توی بحث چیز ایجاد میکرد، تو بحث آموزشی ایجاد میکرد. اتفاقا این انتقادو من خودم هم دارم، یعنی در واقع خودم هم به نوعی شامل کسایی که دارم انتقادشون میکنم میشم، اینو اینجا اعتراف میکنم. اینی که توی کارهای انتخابات مربوط به انجمن علمی و حالا دیگر انتخابات شرکت نکردم و میبینیم که مثلا خیلی از اتفاقات مهم و تاثیرگذار داره مثلا با 30 تا رأی شاید کمتر نتیجه گیری میشه. درست. و این بده. ببینید ما یه دوره‌ای که آقای رشوند مسئولیت داشتن، خب خیلی نقد شد، یه قرار بود رأیگیری اینترنتی بشه، نشد و خیلی مثلا گفتن نه شما سوگیری دارین میکنین. حالا من کاملا در جریان بودم که اینجوری نبود واقعا. چه بهتر که به این فکر بکنیم که حد اکثریت در واقع افراد دندانسازی که در واقع رأیشون رأی معتبر قانونی هستش بیشتر درگیر این فضا بشن و یه جورایی به واسطه انتخابات اینترنتی و رأیگیری‌های اینترنتی بتونیم بالاترین مشارکت رو بگیریم. بالاخره یه نفر که در زاهدان هست، ما الان فارغ التحصیل هایی داریم در زاهدان، بنده خداها فارغ التحصیل هایی انسان شاید خیلی هم ندیده باشیمشون، خیلی هم نشناسیمشون. حالا من به واسطه ارتباطاتی که دارم با دانشکده‌ها و رفت آمدایی که شهرهای مختلف دارم، خب خیلی ها رو میشناسم. واقعا ظرفیت‌های صد ایران از ظرفیت‌های صد پروتزهای دندانی اصلا استفاده نشده. من میگم حتی 10% هم استفاده نشده. ما افراد هنرمندی داریم در گوشه کنارهای در واقع این کشور عزیزمون که شاید خوب باشه که یه مقداری اونها بیشتر دیده بشن. شاید نیاز نباشه مثلا ما 5-6 تا پانل به یه نفر بدیم، شاید نیاز نباشه ما چند تا سخنرانی به یه نفر بدیم، شاید حرفای دیگه‌ای باشه، حرفای نوتری باشه. اینا نقدهایی هستش که میشه و همین کنگره اخیر خودمون یا کنگره‌های قبلی خودمون گرفت. تصاویر تکراری، صحبت‌های تکراری، اسلایدهای تکراری میشه، موضوعات تکراری میشه واقعا اینا رو بهینه کرد. ببینید ما اصلا به این معنی نیستش که سید پا یه چیز ضعیفی بوده، نه، ما کاملا حامیش هستیم، افتخار میکنیم یه همچین کنگره‌ای برگزار شده، افتخار میکنیم یه همچین همکارایی داریم که شب و روز دارن زحمت میکشن، افتخار میکنیم
و عزیزانی که من حداقل شاید خب خیلی ندیده باشم، من دیدم شب تا صبح داره وقت میذاره میره میاد، کنگره غرفه سازیش فلان، اینقدر درد سر داره، هماهنگی یه چک برگرده یه چیز بکنه. شما نمیدونین پس پرده این اتفاق بزرگ، این رویداد بزرگی به اسم سیتپا چقدر افراد خسته میشن، زحمت میکشن. خب من حالا دورادور بالاخره در کنار این دوستان چون ما غرفه و اینا داریم، خب میبینیم واقعا زحمت دارن میکشن. اصلا ما نافی اینا نیستیم که اینا دارن زحمت میکشن، اما میگیم که شما که دارین اینقدر زحمت میکشین چرا بهترش نباشه؟ چرا شما که اینقدر قشنگ دارین کار میکنین چرا 100 نباشه؟ چرا 90؟ با توجه به اینکه ظرفیتش هم موجوده. بله هست، موجوده. میگم ما یه مقدار ظرفیت شناسی بکنیم، حتی تو شهرهای خیلی دور افتادهمون افرادی رو میتونیم داشته باشیم فارغ التحصیل واقعا خوش اخلاق، همچین هنرمند جذابی داریم که میتونیم ازشون استفاده کنیم تو جایگاه‌های مختلفی از کار. ولی وقتی من برای رأی اون آدم احترام قائل نباشم، نتونم از اون آدم رأی بگیرم، خب بالاخره سخته، از زاهدان باید باشه بیاد تهران. من حالا دارم دورترین شهر رو مثال میزنم، البته شهرهای دورتری مثل چابهار و کیش و فلان هم داریم که حالا این بخواد بیاد تهران یه رأی گیری بکنه، خب اینا بهتره که توی فضای اینترنتی بسترهاش آماده بشه و امیدوارم اینها رو به عنوان یک مخالفت با جامعه صنفیمون نبینه کسی. اینا نقد در کنار چیزای مثبت گفتیم، زحماتشون رو دیدیم و این خوبه که اون مثلا 10% هم پر بشه، خب خیلی بهتر. این البته پیشنهادهای منه، ممکنه یه سری دیگه پیشنهادهای دیگه داشته باشن خیلی ارتقا بهتر بشه و به اون چیزی ظرفیت حد اکثری که همیشه بحثش هست برسیم، یعنی از ظرفیتامو استفاده کنیم. مثل این میمونه که من یه موبایلی بخرم، یه سیستم روز دنیا، فقط باهاش عکس بگیرم، خب من از یک ظرفیتش استفاده کردم، بقیه ظرفیتاش چیه؟ بالاخره این توان ارتباط با اینترنت مثلا نسل 5G داره، نمیدونم فلان داره، اینا رو میشه ازش استفاده کرد. من منظورم اینه که ظرفیت ها به حد اکثر برسه. اتفاقا این قضیه رأیگیری اینترنتی میتونه خیلی پوان مثبتی باشه که داده میشه به افراد، چون یکی از مشکلاتی که حالا درسته من به عنوان یه فرد این جامعه باید وقت بذارم، چطور توقع دارم که کسی بره کاندید شه برای، خب اون شخص هم مسلما لابراتوار داره، زندگی داره و چجوری از اون توقع دارم که اون باید بیاد کار انجام بده. خودم هم باید حداقل رو برای خودم بذارم که آقا به عنوان یک شرکت کننده یک روز زمان بذارم و برم رأی بدم. ولی این بحث اینترنتی کردن رأیگیری میتونه با توجه به این موضوعی که عرض کردم خیلی نکته جالب و مثبتی باشه که خب حالا شخصی که میخواد شرکت کنه لزوماً تایمش گرفته نشه و با رأیگیری، و خب حالا خیلی از افراد ممکنه بگن که اینجوری ممکنه جناح بندی بشه. خب الان هم این قضیه داره اتفاق میفته، الان هم حالا کم و بیش داره اتفاق میفته که شاهد باشیم. آقا میشنویم خب فلان انتخابات یه شخصی افراد خودش رو آورد دقیقا بهش رأی داد. ببینید دقیقا هم چیزی که شما میگین دیگه، خب خیلی راحته، میشه مثلا حالت اتوبوسی از افراد فارغ التحصیل این صنف با در واقع یک هماهنگی مثلا 1-2 ماه قبل‌تر یه سری افراد آورد و یه سری رأیگیری اتفاق بیفته و حالا یه جناح دیگه، یک افراد دیگه، یه شخصیت‌های دیگه بیان مستند کار بکنن. گرچه حالا کلا اونجا اینقدر تمیز و پاکه به لحاظ در واقع اقتصادی و به لحاظ مثلا بازرسین و اینا که خب حرکت خاصی کسی نمیتونه اونجا بزنه. یعنی اینجوری که بخوام بگیم که این باعث این میشه که کسی بیاد اونجا به خاطر مثلا یه سری روابط و ضوابط مالی بیاد مثلا کارا رو بگیره، یه همچین دعوایی نخواهد بود قطعا. بحث اینه که کسی که مسئول در واقع انجام صنفی ما میشه و جزء اعضای هیئت مدیره میشه، جز دردسر چیز دیگه ای نداره. واقعا این یه چیزیه که واقعا از خودگذشتگی میکنن افرادی که دارن کار میکنن. ولی بحث اینه که خب آقا شایبهش که هست، خب شما برای رفع شایبه هم که شده، برای ظرفیت حد اکثری هم که شده، بیاین این کار بکنین. آقا مثلا میگم شما یک جامعه صنفی دارین، 1000 نفر عضو داره،
از این 1000 نفر 30 نفرش رأی دادن که از اون 30 نفر مثلا یه تعدادی که افرادی رأی آوردن. خب این توان اجرایی اون فرد رو ممکنه بگیره ازش، ولی اگه مثلا توی 1000 نفر 700 نفر شرکت بکنن یا آرای مثلا 600 خورده یک نفر رأی بیاره، موقع حرف زدنش یه مدل دیگه حرف میزنه. بله مثلا موقع کار کردنش یه مدل دیگه ای کار میکنه. من حرفم بیشتر اینه، یعنی اینکه این در واقع نقاطی که حالا میبینم کمک کننده است در واقع به آینده این صنفمون، میتونیم در رابطه باهاش صحبت کنیم، اونا رو دارم خدمتتون میگم. ولی باز بیشتر حالا خیلی صنفیش نکنیم، چون فضای من فضای آکادمیکه و واقعا سر از کارهای صنفی خیلی در نمیارم، در حد یه محدودیت خیلی کوچیک. به نظر من اون نقطه اصلی، اون چالش اصلی اکثر دانشجو، اکثر فارغ التحصیلای پروتزهای دندانی، بحث اون مکانیسم آموزشیه که اون فرد 4 سال توی دانشگاه میره و عمرشو میذاره. حالا برای ما 2 سال شد، 2 سال کاردانی، 2 سال کارشناسی. حالا شاید به مراتب کاردانی برای من از کارشناسیه سود علمی بیشتری داشت، مطالب علمی بیشتری داشت. خب حالا یکیش میتونه مدیریتایی باشه که عوض شده، این اساتیدی که دیگه نیستن قبلا بودن تو دانشگاه و چیزای این چنینی میتونه باشه. ولی میگم اصل در واقع ذهنیت من اینه که فضای آکادمیک این کشور در زمینه پروتزهای دندانی بسیار ضعف داره. یعنی من حتی 10% نمیتونیم بگیم که این 10% موفقه. بسیار ضعیفه، بسیار ضعیفه. این به این معنا نیستش که من دارم اساتید رو مثلا مورد خطاب قرار میدم، خیر. بحث پروتکل های آموزشی، کوریکولوم های آموزشی مونه. ببینید الان مثلا من میگه باشم واقعا کوریکولوم ارتودنسی حذف میکنم از توی واحد، یا اگر حذفش نکنم دیجیتالش میکنم، چون دیگه اپلاینس ها دارن میرن سمت ماشینه شدن. یعنی که میرن که رفته دیگه، حالا ما میخوایم بپذیریم یا نمیخوایم بپذیریم اون دیگه دست ماست. ما تو ایران که داریم همین کارو میکنیم، مثلا جملاتی که معمولا مطرح میشه. بحث اینه که شما دانشجو رو آموزش میدی برای آینده کشور، نه برای در لحظه کشور. کوریکولوم ها در گذشته این کشوره، یعنی حتی در لحظه هم نیست، چه برسه در آینده. این بحثیه که خب من خیلی دوست دارم، یعنی هر جایی، هر پرسی علمی باشه، هر پرسی علمی بخواد باشه که تو این زمینه بتونیم صحبت بکنیم، من واقعا هستم، یکی از پایه‌کارها هستم و برای این در این زمینه هر کاری، هر تلاشی من دستم بر بیاد انجامش میدم. خب اگه بخوام تا اینجای کار رو یه جنبندی داشته باشم، ما اومدیم اول سراغ مشکلات، برگشتیم به اون قسمتی که در رابطه با دانشگاه هست و اومدیم مشکلاتی که مربوط به اونه دسته‌بندی کردیم. گفتیم از سطح کلان، خود تصمیم گیری های کلانی که وزارت بهداشت انجام میده، بعد سطح پایین‌تر میاد به دانشگاه ها میرسه، سیاست های دانشگاه ها، و سطح پایین‌تر اساتید، و با سطح پایین‌تر چیزی هم که من خودم هم مقصر میدونم اون عزیزان رو، دانشجویان هستن. چطور؟ من خودم زمان دانشجویی که این حالا یه خورده خاطره طنزی هم هست، برمیگرده به دیج کردن، قضیه دیج کردن. استاد اومد و قضیه دیج کردن رو گفت و رفت. منم خیلی زمان دانشجویی سعی می‌کردم آدم فعالی باشم، هی این ور اون ور، پرس‌وجو، سوال جواب، یوتیوب، کتاب‌های مختلف. شروع کردم رفتم پیش ترم بالاییامون، یه دونه کست ریختم، همه دندونا رو اره کردم، یعنی دای کرده بودم، اره کردم و نشستم تک تک دندونا رو، فکر می‌کردم دیج یعنی دور دندون رو خالی کنی. یعنی میخوام بگم که در این حد ذهنیت داشتم. بعد یکی از ترم بالایی اومد گفت سید داری چی کار میکنی؟ گفتم دارم دیج میکنم. یهو دیدم 2-3 نفری شروع کردن به من خندیدن. گفت سید دیج برای دندون تراش خورده است. گفتم دندون تراش خورده چیه؟ و تازه اونجا بود که متوجه شدم آقا این شخصی که اومد به ما این آموزش رو داد از پایه به ما هیچی نگفت، فقط اومد گفت دیج کردن یعنی که دور اینو خالی میکنی. و شاید باورتون نشه یک ترم کامل طول کشید تا من هی از این بپرس از اون بپرس. نمیخوام بگم بلد نبودن ها، درست آموزش نمیدادن.
فضای یوتیوب و فلان و کتاب و اینا، بعد از 1 ترم تازه من متوجه شدم که اساسش چیه. و یه هم اتاقی عزیزی داشتم، وقتی بهش گفتم جدی اینه، و از اونجا بود که ما کلا متوجه شدیم آقا یه چیز خیلی ساده و ابتدایی ولی در عین حال میتونست فاجعه بار باشه اگه ما متوجه نشیم. ببینید دقیقاً چیزی که من همون اولم خدمتتون گفتم اگه یادتون باشه همین مطلب بود که ما یکی از چالشایی که داریم عمدتاً تو بحث در واقع آموزش اینه که اصلا آقا این طرفی که داره میاد آموزش میده اصلا فن بیان آموزشی داره یا نداره، آیا میتونه بفهمونه یا نه. البته که یکی از نقدهایی که واقعا من اونورم وارد میبینم موضوع اینه که اصلا دانشجوها هم دیگه مثل گذشته دنبال علم نیستن. این یکی از چالش هاست. ببینید دانشجویی که دنبال علم هست و اینا رو آدم خب متوجه میشه. خب بالاخره نمیشه فضای کلاس هم خیلی خوش گذرون. من خب معمولا آدمی هستم که سعی میکنم فضای کلاس رو تلطیفش بکنم، مثلا شوخی کنم که بحث آموزشی پیش بره، ولی واقعا اون تشنگی، اون طلبی که حالا تو خود اون در زمان دانشجویی میدیدم یا مثلا تو همکلاسی همون میدیدم واقعا خیلی کم شده. البته این یکی از دلایلش هم این میتونه باشه که ما مربی هایی که داریم بعضا مربی های فرسوده هستن، یعنی دیگه واقعا آقا سن کارش و نوع نگاهش نسبت به این کار اصلا متفاوته. این بحث مربیا شاید نیاز باشه که افراد جوانتری وارد بشن، پویاتر، و خب چجوری این افراد میتونن جذب بشن؟ به عنوان مثال من اگر که یه 2 تا 4 تا کنم ببینم از لحاظ مالی هیچ سودی نداره اگر من بخوام به عنوان مربی توی دانشکده فعال بشم، و اگر وارد بشم هدفم فقط یک چیزه با شرایط فعلی، اینه که من یه کاری برای این رشته انجام بدم در حد خودم. اما این رویه باید یه مقدار تغییر کنه که اون شخص صرفاً هدفش این نباشه، یعنی یه سری جذابیت هایی هم براش داشته باشه، چون افراد شخصیت های متفاوتی دارن. شاید یه کسی از لحاظ علمی خیلی های لول باشه ولی این دیدو نداشته باشه که آقا من وظیفه دارم که به هم نوع خودم، به هم رشته خودم برای ارتقای این رشته کاری انجام بدم. خب هر کسی رو باید یه طوری جذب کرد. یعنی این بخشم به عنوان نقد من به این ساختار که حالا اسم نمیبرم، شنیده بودم که یکی از اساتید جوان وارد شده بود دانشگاه تهران، زحمت کشیده بود، بعد به عنوان مربی مثلا 215,000 تومان، حتی کمتر فیش حقوقیش بود. خب این نوعی توهینه. درسته. حالا ببینین یکی از بحثایی که اولا خب بحث مالی که بخوایم بگیم، من تو این 10 سالی که رفت آمد داشتم 1,000 تومانی نگرفتم و برعکسش هم بوده، یعنی تا جایی که تونستم کمکم کردم. ولی بحث اصلی اینه که حالا راهکارهایی که خودم بهش فکر کردم به عنوان اولا که مدیریت یک آموزشکده یعنی چی؟ یعنی من مدیر این بخشم دیگه، منم که باید اینجا رو پویا کنم، منم که باید سیاست‌های مختلفی داشته باشم. ببینید به نظر من آقای تختی الگوی خیلی خوبه. میاد چیکار میکنه؟ ببخشید من گفتم آقای تختی، آقای دبیر یه الگوی خیلی خوبیه. میتونیم مثلا آقا اسپانسر که حتما که نباید دولت پول بریزه تو حساب شما، یا حتما که نباید مثلا دانشگاه اون قسمت‌های بالایی مثلا سیستم امور مالی بیاد پول بریزه. آقا شما اسپانسر بگی، شما توانایی و ظرفیت‌های بسیار بسیار زیادی دارید. ببینید در گذشته، حالا ما بالاخره خب 15 سالی هستش که در زمان دانشجویی تا الان میگذره دیگه، در گذشته اینجوری بود آقا یه شرکتی می اومدیم صحبت می‌کردم، گفتم آقا ما یه کورس می‌خوایم بذاریم اینجا، می‌خوایم فلان دستگاه رو معرفی کنیم. خب به جای اینکه این همه هزینه بکنن برن تو شرکت‌های مختلف فلان و همایش‌های مختلف و اینا برگزار کنن، خب شما یه بخشی هزینه کمتری بگیریم بیاین بخش خصوصی. این بحث مدیریت اون، یعنی من میخوام بهتون بگم مدیریت آموزشکده هامون ضعیفه. خب مگه نمیشه با بخش خصوصی تمام ظرفیت‌های مالی یک در واقع مجموعه رو پر کرد؟
حالا ممکنه توش بله رانت هم باشه، ممکنه بله پولهای سیاه و کثیفی هم ایجاد بشه، بله، ولی حالا تا نرفتین سمتش که نمیتونین بگین که اینجوریه. که بعدم خدا رو شکر آدمایی که گذاشتین تو اونجا که اصلا اینجوری آدمایی نیستن، یعنی در واقع مدیرای آموزش کرده اصلا یه همچین آدمایی نیستن که مثلا بخواد بیاد برای 100 میلیون تومان مثلا خودشو چیز کنه، اصلا اینجوری نیستن واقعا. یعنی به ایمان قلبی میگم که همچین آدمایی نیستن. خب بحث ضعف مدیریتی دیگه، مدیریت اونجا رو بدن دست من، بدن دست یکی که در واقع دوست داره این کار رو انجام بده و ببینید چه اتفاقی میتونه بیفته. ببینید چقدر میتونه یک فضای آموزشکده‌ای متفاوت باشه و چقدر طرز برخورد دانشجوها میتونه عوض بشه. این یکی از در واقع راهکارها هست. راهکارهای دیگه استفاده از تعدد اساتیده. تعدد اساتید خیلی میتونه کمک کننده باشه. آقا برای چی مثلا ما یه واحد ثابت 1 رو بدیم به 1 نفر، به 10 نفر بدیم، هر کدوم بیان بخشی که تخصص دارن رو ارائه بدیم؟ این یعنی که من مدیریت آموزشی ندارم، یعنی من تسلط آموزشی ندارم. وقتی من تسلط آموزشی نداشته باشم به واحدهای آموزشی که دانشجوام دارن میگذرونن، نمیتونم بیام مدیریت بکنم برای هر بخشش 1 نفر بذارم. بنابراین میگم آقا ثابت از 1 تا خدا با آقای فلانی، با خانم بیساری. خب این بهتره که یه مقدار سیاست‌های آموزشی و مدیریت‌های آموزشی که خیلی فردیه عوض بشه و اینم نشون دهنده اینه که خب مدیریت آموزش با بحث این که من حالا متخصص پروتزهای دندانی هستم بیام آموزشکده رو مدیریت بکنم خیلی متفاوته. یعنی یه جاهای ما اگه از مدیرها استفاده می‌کردیم، مدیریت هایی که طرف رفته مدیریت آموزشی، این همه این کشور فعالان آموزشی داره و مدیران آموزشی داره که رفتن درسشو خوندن. خب چرا نباید از ظرفیت های آدم استفاده بکنیم؟ من نمیگم اون بشه رئیس، میدونید، متوجه میگم اصلا جایگاهی برخورد نمیکنم. بحث این که اون آقای رئیس چرا از اینا استفاده نمیکنه، دقیقاً چرا کار تیمی پیش نمیره، چرا یعنی انقدر بی ارزشه مثلا یه رشته‌ای در این کشور، اینقدر مثلا حالا کاری ندارم بحث رشته دندانپزشکی هم همین چالش‌ها رو داریم ما، یعنی فکر نکنید رشته پروتزهای دندانی. و بحث اینه که خب اینا نگاه می‌کنیم می‌بینیم سیاست‌هایی که درون سپاری شدن هر چیزی باعث شده که اون چیز نابود بشه، ضعیف بشه. ببینید الان ما بله ما تولید مقالات آبکی در واقع دندانپزشکی و دندانسازی رو تا دلتون بخواد داریم. میره چیز پر میکنه، نمیدونم یه 4 تا سوال میپرسه، یه چیزایی پر میکنه، یا میره ببینید این کارایی که من خب دارم چندین و چند ساله دارم میبینم. طرف میاد به من مثلا 50 تا داده آماری میده، بعد این داده های آماری براش میفرستیم، میگه خب برای همچین نتیجه گیری باید 500 تا باشه نه 50 تا. اینو به یه ضرب در دهش کن مثلا به اون عددی که من میخوام برسم. خب این به این معنا نیست دیگه. ببین مقاله آوکی تولید کردن که نمیشه که حالا ما بیایم بگیم که ما الان جزو بهترین های خاورمیانه هستیم در تولید مقاله و در بهترین های دنیا هستیم در تولید مقاله. واقعا باید آکادمیک نگاه بشه. واقعا یه سری افرادی هم هستن که دغدغه‌شون این چیزا هست و اینها باید بیان انتخاب بشن که بتونن یه سری کارهایی تو این مملکت انجام بدن. البته اگر دیدگاهمون چیه؟ دیدگاهمون اینه که کیفیت بهداشت درمان، یعنی خدمات بهداشت درمان بهتری داشته باشیم نسبت به سالهای گذشتهمون. گرچه مکانیسم دیجیتال و مکانیسم فرایند در واقع پیشرفت علم ذاتاً و ماهیتاً به لحاظ دنتال متریال منظور به همون کمک میکنه که کیفیت درمانیامون بهبود پیدا بکنه، ولی این به این معنا نیست که اون دندان پزشکی که ما مثلا 30 سال پیش داشتیم تراشش از این کسایی که الان داریم بدتره. نه، اتفاقا متاسفانه بهتره. خب فرآیند آموزشی چی شده که اون 30 سال پیشیه بهتر از اینه؟ پس نشون دهنده اینه که ما در یک حوزه مشترک، اگر در یک حوزه ثابت اگه بخوایم در نظر بگیریم که 30 سال پیش تا به امروز یک روال رو داشته، ضعیف‌تر عمل کردیم. این یعنی که فرآیند آموزشیمون ضعیف بوده. خب حرفم اینه. چون بحثمون خیلی از جاهای مختلفی سر در آورد، راجع به خیلی از چیزا صحبت کردیم، من باز بخوام حرفم یه جمع‌بندی کنم،
صحبت اولا با دانشجوهای عزیزه. آقایون خانومای دانشجو، خواهش میکنم فعال باشید. اولا این رشته رو دوست داشته باشین. این رشته حتما راجبش تحقیق کردین از لحاظ مالی، غیر مالی. این رشته رو دوست داشته باشین. هدفتون کمک به بیمار باشه، یعنی صرفا هم هدفتون مالی نباشه برای آینده. اینا رو داشته باشین و برای این رشته تلاش کنین. همون مثالی که من زدم خدمت شما رئیس دانشکدمون، این آقا من تازه مثلا اگزوکد و اینا به گوشم خورده بود، رفتم سراغ مدیر گروهمون صحبت کردم، گفتم یه نسخه اگزوکد برای دانشکده بخریم ببینیم فضاش چجوریه. اون زیر نامه رو امضا زد و گفت برو پیش رئیس دانشکده. رفتم، چنان خوشحال شد رئیس دانشکدهمون. شاید با اینکه بگین خب خرم‌آباد شاید مثلا از تهران یه مقدار فاصله داشته باشه، این مرزبندی این شکلی تو ذهنتون باشه، اما چنان آقای دکتر خوشحال شد. اسمشون رو میگم آقای دکتر رازانی، خیلی دوستشون دارم، امیدوارم که سلامت باشن. خیلی خوشحال شد، گفت آقا ما در به در دنبال اینیم که اینجا رو دیجیتالی کنیم، من دنبال اینم که بودجه بگیرم، دستگاه فلان. گفتم اون خیلی عالیه، ولی برای ما دانشجو شما از این نقطه شروع کنید که یه نسخه اگزوکد برای ما خریداری بشه، این خیلی میتونه عالی باشه. میخوام بگم شخص خوب هست، موارد هست و چیزی که من خودم شخص دردم میگیره این وسط اینه که همین کارهای کوچیک کوچیک خیلی وقتا درست انجام نمیشه. یعنی یه ساعتی داریم، باتری داره، چرخنده های بزرگ داره، چرخنده های کوچیک داره، و شما میبینی مثلا یه روغنکاری خیلی کوچیک تو یه نقطه میتونه این ساعت رو دقیق کنه. گاهی وقتا سید جان یه هول کوچیک، یه مثلا یه ذره دیگه چرخنده ها که با هم گیره، یه کوچولو که میچرخونی مثلا به هم دیگه یه اتصال کوچولویی پیدا کرده، یه ذره میچرخونی این ساعت مجددا شروع میکنه شروع فعالیت میکنه. دقیقاً همینه. حالا اگه بخوام یه توصیه‌ای به دانشجوها بکنم، البته خودم رو در حدی نمیدونم که به کسی بخوام توصیه‌ای بکنم، ولی به عنوان کسی که شاید مثلا یه سالهایی این راه رو مسیر رو رفته، دغدغه‌شو داشتم و مثلا برام چیز بوده، دانشجوها توصیه میکنم که گول خیلی فضای مجازی رو نخورن. هیچ خبری نیست، یه خورده اینو بازترش میکنیم. آره مثلا وای فلان کسک مثلا از سال بالایی یا سال پایینی همون داره میتره کنه، به خدا خبری نیست. بچه ها شما اینو در نظر بگیرین که خیلی بزرگتر از این حرفا، اسمهای بالاتر از این حرفا یه وقتایی یه چیزای فاحشی دارن، سوتیای فاحشی دارن که این سوتیای فاحش رو شما دانشجو شاید انجام ندید و اینو در نظر داشته باشین. هیچ وقت دیر نیست و همیشه دیره، یعنی که بجنبین، دست از تلاش بر ندارین. سعی کنین که مسیرهایی رو برای خودتون بسازین، نه مسیری که کسی براتون بگه. یکی از عمده ترین تفاوته یا خود من به شخص توی زندگیم که برام ایجاد شد، مستادی من بیرون از دانشگاه نداشتم، مسیرامو خودم برای خودم ساختم و این خیلی بهم کمک کرد که دقیق بفهمم چیه و هر چیزی رو که نمیدونستم بابتش مطالعات سنگین کردم. این به نظرم بهترین پیشنهادیه که میتونم به همه دوستان بدم. آقایان خانمای دانشجو، هیچ جا هیچ خبری نیست و گول فضای مجازی رو اصلا نخورین، ولو اینکه شماها خیلی با استعدادتر از خیلی از اساتید باشین. و اساتید که میگم اصلا خودمو دارم میگم، کاری بقیه اساتید ندارم، خودم شخصا خیلی بالاتر باشین. تلاش کنین، مطمئن باشین میرسید. خب این مورد اول بود که در رابطه با دانشجوها داشتیم که من به شخصه چون خودم دوران دانشجویی متفاوتی داشتم، تلخ و شیرین همه جوره بوده، خیلی علاقه‌مندم به دانشجوها و اینکه حتما حالا یه حمایتی بشه از دانشجوها. طرح‌های مختلفی هم داشتم، مثلا آقایونه که میایین توی نمایشگاه غرفه میگیرید
یه مبلغی از درآمد نمایشگاه مشخصا باید اختصاص داده بشه برای دانشجوها، برای بحث آموزش. یا به خود دانشجوهای عزیز برید درخواست کنید، هر دانشجوی دندان پزشکی یا دندان سازی برید درخواست کنید، اساتید مختلف، آقای مدیر گروه، خانم مدیر گروه، ما این استاد رو برای این درسمون میخوایم 2 روز مهمان تشریف بیاره اینجا، این مطلب رو به ما آموزش بده. این چیزا کارهاییه که میشه انجام داد، فقط نیاز به پیگیری دانشجوها. یعنی باید یه تیم دانشجویی قوی باشن و همش منتظر این نباشن که یه شخصی بیاد از بالا مسیر رو درست کنه. مسیر رو درست کنه. البته اون شخص باید باشه، مسیر درست شه، اون به کنار، ولی اینا منافاتی با هم ندارن که ما بشینیم فقط بگیم که نه اون کار باید اتفاق بیفته، ما هم باید به اندازه خودمون تلاش کنیم. حالا به خاطر همین من اینجا میخوام از شما یه درخواستی داشته باشم. حالا توی همین برنامه، حالا دوستان دندان پزشک یا دندان ساز که میبینن و دانشجو هستن، حالا ببینین درخواست‌ها از کدوم شهرها باشه. از شهری که بود و بیشترین تعداد رو داشت، بیشترین تعداد درخواست رو داشت، شما 1 روز زحمت بکشین تشریف ببرین اونجا و برای موضوعی که باز خودشون درخواست میکنن، مشکل نیست، یه آموزشی داشته باشین. مشکل نیست. این قول ازتون گرفتم؟ بله. خب همین کار رو ما انجام داده باشیم برای بحث آموزش، همین برای ما کافیه. همین استپای کوچیک میتونه نتیجه خیلی خیلی بزرگی رو رقم بزنه که شاید ما اصلاً تو ذهنمونم نباشه که همچین اتفاقی میتونه بیفته. خب دوستان عزیز، بریم و برگردیم. سلام. امیدوارم که تا اینجا لذت برده باشین. ممنون از اینکه تا اینجا بنده رو تحمل کردین. حالا شاید چون برنامه اول بوده زیاد باب میلتون نباشه، از این بابت من ازتون عذرخواهی میکنم، اما این قول رو میدم که حتما مسیرمون مسیر رو به پیشرفت باشه و از خدا میخوام که این لحظاتی که از شما میگیریم براتون مفید باشه و برای خودمون هم مفید باشه. آقا مجددا برگشتیم، انشالله بریم برای جمع‌بندی. پس ما در مورد همه این مواردی که صحبت کردیم هدفمون یک هدف واحد بود، پیشرفت این رشته، پیشرفت کشور. امیدوارم دوستانی که حالا شاید گوشه از نقدهای ما به اونا میرسه ناراحت نشن، چون از ته دل ما واقعا هدفمون پیشرفته، اصلا به دنبال باندبازی یا اینکه فلان شخص رو تخریب کنیم، فلان شخص رو بیاریم بالا، این هدف رو ما نداریم و امیدوارم که ناراحت نشده باشن. خب صحبت پایانی اگه دارین؟ زنده باشین. نه صحبت خاصی که نیست. ممنونم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین. ممنونم از دعوتتون. خواهش میکنم. اولیش هم هستم. بله. یه خود سورپرایز کننده است. امیدوارم که این مجموعه‌ای که شما اهدافی که تو ذهنتون هست حداقل بهش برسین، چون این حداقلشه و فراتر از اون چیزی که حالا تو ذهنتون هست و برسیم و به امید اینکه ایران عزیزمون رو بتونیم در قله ها ببینیم، توی همه زمینه ها، که از آرزوهای قلبی خود من هستش از دوران در واقع بچگی، که بتونم یک قدم موثری برای ارتقای کشورم بردارم. حالا ما در حوزه بهداشت دوان دندان هستیم، کار میکنیم. حوزه فعالیتمون لابراتوارهای در واقع پروتزهای دندانی هستش. امیدوارم بتونیم که بالاترین سطح کیفی که میشه برای ایران داشت رو بتونیم ارائه بدیم که بیمار دچار چالش نشه. همین دیشب ما یکی از دوستانمون به خاطر ساخت غلط یک پروتز دندانی مجبور شد که سینوس لیفت انجام بده و کلی حالا چالش و اینجور چیزا داشت، دردهای عجیب غریب و عفونت‌های عجیب غریب و مسائل این چنینی. خیلی بحث حوزه ساخت پروتزهای دندانی بحث مظلومیه. معمولاً همیشه انگشت انتقاد به سمتش بوده، ولی جا داره من تشکر بکنم از بچه‌های صنفیمون،
از بچه‌های تلاشگری که ولو اینکه 4 روز در هفته، مثال میگم 4 روز در هفته برای یک کنگره اومدن کمک کردن، از همشون تشکر میکنم. ولی خب تشکر ویژه دارم از خود بچه‌های انجمن، از اعضای هیئت مدیرمون تو همه استان‌ها، بلخص استان تهران که خب بحث مرکزیت داره و در واقع یه جورایی میشه گفت مغز مجموعه انجمن‌های دندانسازی کشوره. ما هر کمکی که از دستمون بر بیاد قطعا انجام میدیم. بحث نقدی هم اگر هست، خب نقد دیگه ممکنه دردم داشته باشه، خود منم ممکنه نقد بشم، برای منم تلخ باشه، ولی اگه واقعا عمیق بهش نگاه بکنیم میبینیم این نقد سازنده است، یعنی میتونه بهمون کمک بکنه یه گام جلوتر بریم. در هر صورت امیدوارم که دانشجوهای عزیزم این نقد رو به خودشون وارد بدونن که یه خورده کم تلاشن به نسبت نسل‌های قبلیشون، ولی به شدت باهوش‌ترن، به شدت با استعدادترن، به شدت میتونن موفق‌تر باشن و این خب خیلی براشون مثبته. ما تو زمان دوران دانشجوییمون اصلا چیزی به اسم کدکم نبود، مدمم تازه اومدن تو دانشکده به ما آموزش دادن. پس بنابراین میتونن خیلی جلوتر از ما باشن، خیلی پیشرفته تر از ماهایی باشین که به قول معروف ادعا میشه. البته ما مثلا استاد این صنف هستیم، ولی جا داره که خیلی خیلی جلوتر از این حرفا باشیم، در سطوح بین المللی اساتیدی داشته باشیم که حالا کم و بیش شاید به خیلیش رسیده باشیم، به خیلیش هم نرسیده باشیم. در صورت این گام رو میتونن بردارن دانشجو و هیچ وقت فکر نکنن که دوره، دستیابی بهش غیر ممکنه. نه، خیلی راحت میشه. یک اتفاق در زندگی کافیه که همه چیز رو متحول میکنه. بحث خودباوریه رو خیلی دوست دارم بچه‌ها داشته باشن، دانشجوها. علت این که خیلی رو دانشجوها فوکوس میکنیم چون هممون ضربه هایی که خوردیم از زمان دانشجوییمونه دیگه. این زمان دانشجویی در واقع قدرشو بدونن، ازش خیلی استفاده بکنن. بزرگترین پیشرفت ها و بزرگترین اطلاعاتی که میتونن کسب بکنن تو اون 4 سال قطعا هست. بعدش نمیگم نمیشه، سخت میشه، سخت تر میشه و مسیر یه مقدار از اون هموار بودن خارج میشه، چون درگیر کار و زندگی و فلان و مباحث میشن. لذا اینکه از این مدت کوتاهی که دارن، مهلت کوتاهی که دارن، خوب استفاده بکنن. خیلی ممنونم که لطف کردین تشریف آوردین، وقتتون در اختیار ما گذاشتین. از همه شما دوستان تشکر میکنم که این تایم رو گذاشتین و ما رو تحمل کردین، برنامه رو دیدین. در رابطه با اون موضوع قرعه کشی که خدمتون اول برنامه عرض کرده بودم، اسپانسر برنامه تصمیم گرفته که به 5 نفر از عزیزان یک نسخه از نرم افزارهای حوزه دیجیتال به انتخاب خودشون براشون رایگان نصب انجام بده. کدوم عزیزان؟ عزیزانی که زحمت بکشن پیج هاشتو رو تگ و استوری کنن، که از این 5 نفر تصمیم بر این شد که 3 نفرشون حتما دانشجو باشن، یعنی 3 نفر مختص دانشجویان و 2 نفر حالا هر کدوم دیگه از عزیزان باشن. آقای محمدی، خب خداحافظ همه عزیزان باشه. امیدوارم هر جا هستیم موفق باشیم، به امید ایرانی موفق و با اطلاع. خدا نگهدار. یا علی مدد. ای کهنه سرباز زمین، جان جهان ایران.